با تشبث و قرار مجلس وکیلان خلقی جماعت شهرک شاه شهر خورخ از 27 دکامبر سال 2022 محله فرودگاه مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد گرامی داشته خاطر نیک فرزند دلیر و شجاع وطن شادروان عالم نظر خالق نظروف به نام این پلکوونیک کشتارهای مرزبانی تاجیکستان گذاشته شد. در این باره شهرداری خورخ خبر داد پلکوونیک عالم نظر خالق نظروف و کاپیتان شیرعلی رحیموف دو زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان در جریان مناقشه‌های مسلحانه روزهای 14 16 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کشته شدند. همزمان خبر آمد که در مرکز ماموری ولایت ختلان شهر باختر مکتب میانه رقم 8 را به نام سرباز نیز در مرز با قرقیزستان هلاک شده اصلا مینی قلف گذاشتند. شهرداری باختر خبر داد که با قرار اجلاسی 13 مجلس وکیلان خلقی شهر باختر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر به نام مینی قلف اصلا سیدالله خانویچ نامگذاری شد. زاده شهر باختر مینی قلف اصلا نیز ماه سپتامبر در مرز با قرقیزستان کشته شد. مناقشه خونین مسلحانه روزهای 14 16 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اساساً در مرز اسفره و باباجان غفوروف با نوعیه‌های بادکند و لیلک از هر دو طرف بیش از 140 کشته و حدود 450 زخمی به جا گذاشت. این خونین‌ترین مناقشه در تاریخ نه فقط نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی بین کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می‌شود.